تا جایی که یادم میاد اضطراب بخشی از وجود من بود و همیشه سایه به سایه منو دنبال میکرد. با گذشت سالها تسلطش بر من بیشتر میشد و اعتماد به نفسمو ضعیف میکرد. این ترس مدام تو گوشم زمزمه میکرد که من دوست داشتنی نیستم، کافی نیستم، توانایی انجام هیچ کاریو ندارم و سخت‌تر از همه این که باعث شد باور کنم من نباید حرف بزنم، من نباید دیده بشم. آرزوها و رؤیاهامو فراموش کردم. حضور تو جمع آدما و حرف زدن با اونا برام دلهره‌آور شده بود و اگه کسی میخواست با من حرف بزنه، وای نه، وحشتناک بود. من نمیدونستم چی باید بگم. من هیچ وقت حرفی برای گفتن نداشتم. میترسیدم اشتباه کنم، میترسیدم قضاوت بشم. به خودم میگفتم من باید یکی از اون افراد درونگرا باشم. شاید تا حدی هستم، اما مشکل من یه چیز دیگه بود، اضطراب اجتماعی. انزوا و دوری از آدما بخشی از زندگی من بود و به خاطرش احساس تنهایی میکردم. اما نمیتونستم درخواست کمک کنم. وقتی میخواستم صحبت کنم قلبم تو سینه ناآروم میشد، سرخ میشدم و عرق میکردم. نمیدونستم چطور حرفامو بیان کنم. به لکنت میافتادم و کلمات ساده رو فراموش میکردم. احساس میکردم در حضور دیگران مثل احمقا به نظر میام و همه متوجه ضعف و ناتوانی من میشن. اگه اشتباهی مرتکب میشدم تا مدتها اشتباهاتمو تو ذهنم مرور میکردم و خودمو سرزنش میکردم. مکانیسم دفاعی من تمام وقت مواظب بود که اضطراب با تمام دروغهاش بر من سلطه داشته باشه. من توی چرخه بیپایان از اضطراب، نفرت از خود و تصاویر ذهنی نادرست از خودم گیر افتاده بودم. من با بی‌توجهی به ریشه اضطراری که تجربه می کردم اجازه دادم این رنج در وجودم رشد کنه. تا اینکه یه روز از این زندان تاریک به سطوح اومدم و از یه روانشناس درخواست کمک کردم. اونجا بود که مسیر جدیدی پیش روم باز شد. میدونستم به یک باره نمیتونم بر همه ترس هم غلبه کنم. پس روزانه قدمای کوچک و مستمری رو به سمت بهبودی برداشتم. سعی کردم انتظارات غیر منطقی از خودم و دیگران رو تغییر بدم. پذیرفتم اشتباه کردن فاجعه نیست، پس با ترس از اشتباه کردن کنار اومدم. قبول کردم نمیشه انتظار داشته باشم همه منو تایید کنن، پس از قضاوت شدن نترسیدم و فهمیدم اجتناب کردن باعث نیرو گرفتن اضطرابم میشه. پس تدریجاً حضورمو تو جمع بیشتر کردم. من درس بزرگی یاد گرفتم، اینکه راز بهبودی من در اینه که خودمو دوست داشته باشم، چیزی که همیشه از خودم دریغش میکردم. میدونم تا بهبودی کامل مسیر طولانی در پیش دارم، اما به خاطر پیشرفت‌های کوچک روزانه به خودم افتخار میکنم. شما هم اگه مثل من از اضطراب اجتماعی رنج میبرید، توی مقطع زمانی باید به زندگیتون نگاه کنید و بگید دیگه بسه. تلاش کنید و شکست بخورید، اما بلند شید و دوباره امتحان کنید. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی کلمه